گایز، چطورید بچه؟ اومدیم با یه ویدیو دیگه. اومدم بهتون یاد بدم که چجوری دستگاه تیربار بسازید. بچه ها نکنید اول 3 تا اینجوری میکنید، وسطشو یه دونه از اینا میذارید، این دوتا بغلاشو استیک پیستون میذارید. اینو بچه ها یه دونه اینجوری میذارید و این پشتش اصلا لازم نداریم. 2 تا ابزرور که روشون به این سمت باشه میذاریم و بچه یه لور هم میذاریم اینجا. بچه دست به لور نزنید. حالا میریم این پشته اینجوری نگاه اینجا میکنیم که دقیقا اینجوری باشه. و حالا یه ابزرور اینجوری میذاریم پشت و یه دیسپنسر میذاریم بچه اینجا. حالا من دیسپنسر رو میخوام از گوله آتیش پر کنم. بچه اینجا هم گذاشیم و حالا من اینو که فعال کنم بچه چه توش گوله آتیش باشه چه توش تیر باشه، دوتاش عمل میکنه. نکنید الان این پرت کرد. بچه تا اگر میخواید بیشتر از این ویدیو ببینید کانال رو ساب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بذارید روی آل تا هر وقت ویدیو میذاریم یوتیوب بهتون خبر بده تا اولین نفری باشید و میایید و ویدیو ما رو میبینید. فعلا خدا نگهدار.